ملی. دنبالش توضیح داده شده کار و سرمایه ایرانی، یعنی شما کالای داخلی رو وقتی مصرف میکنید به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطی است که متاسفانه بر بخش‌های از ما حاکم است که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم. این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست. همه مسئولیت دارند، دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند. مردم هم چون که دارای سرمایه است، چون که دارای قدرت کار است، بایستی همکاری کنند با ایجاد اتقان. محصول داخلی را باید مرغوب، با کیفیت، با دوام تولید کنیم. شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست، این تفاخر غلطی است که ما مارک‌های خارجی رو در پوشاکمون، در وسایل منزلمون، در مبلمانمون، در امور روزمره‌مون، در خوراکی‌هامون ترجیح بدیم به مارک‌های داخلی، در حالی که تولید داخلی در بسیاری از موارد بسیار بهتر است. یه تولید کننده برای اینکه یک کاری رو انجام بده، شروع کنه، از 7 خان باید عبور بکنه. حالا من میگم 7 خان، واقعش 70 خانگاهی باید عبور بکنه. من عرض میکنم نگاه مجموعه دولت و مسئولین کشور به اون فرد تولید کننده باید نگاه به یک رزمنده باشه. مگه نمیگید جنگ اقتصادی؟ رزمنده این جنگ اقتصادی کیه؟ اون کسی که اقتصاد داخلی رو تقویت میکنه.